در مورد اون یه نتیجه گیری میخوام در مورد همین خانواده های بیشتر حالا ایرانی، حالا خانواده های خارجی رو که ما نه زندگی کردیم اونور نه میدونیم چجوری دارن زندگی میکنن. حالا یه سری چیزا مثلا فیلم ها حالا میان میسازن فیلم های ایرانی و بعد مثلا خب مثلا فیلم برادران لیلا مثلا خیلی هستن که این فیلم رو میبینن با پوست و گوشت و خون اینو احساس میکنن مثلا اینو انگار زندگی کردن، ولی مثلا اینو برای خارجی بری بذاری شاید مثلا خیلی درکی از این باشه با آره مثلا که بابایش داره این کارو میکنه، ولی مثلا اون پدر سالاریه که حالا اون فادر فیگوره که داری چیز میکنی و فیلم خیلی داره تضعیف نقشه. حالا من نمیخوام نقد فیلمو فالو میکنم خیلی چیز نیست، ولی اون که داره نقش اون پدره رو اون دختره هی میخواد تضعیف کنه فلان کنه، یعنی مثلا اون عقل کلشون دختره است دیگه جلوی همن دوتایی دقیقاً که مثلا بعد اون پدره همون با تفکرات سنتیش داره پیش میره و اینا. بحث اینه که توی خانواده ایرانی ما گفتیم که یه دسته است که حالا داره همون جوری سنتی زندگی رو پیش میبره و که دختر به یه سنی برسه ازدواج کنه، حالا پسره مثلا باید بره سر کار کنه. آره شاید مثلا شما یه زندگی رو ببینی که پسره داره کار میکنه، پسره مثلا نشسته خونه داره آشپزی میکنه، مثلا این شاید برای خیلی از خانواده‌ها خنده‌دار باشه که یه زن و شوهری هستن یا دو تا پارتنرن که مثلا پسره آشپزی میکنه دختره مثلا نوناور خانواده است و فلان و اینا. این اصلا تو ذهن خیلی‌ها نمیگنجه. یه دسته که میگم یه خانواده‌هایی که رها میکنن کلا بچه‌هاشون رو میگن برین جلو تجربه کنین و یه عدم مسئولیت پذیری هستش که خانواده‌های جدیدتر بیشتر اینجوری. دقیقاً. حالا تعمیم نمیدیم یه عده از خانواده‌ها، حالا یه روی کردی میتونه باشه، همون فلسفه کانت فکر کنم گفتی که یه سری چیزها رو بیان بپذیریم، مثلا یه سری ریشه ها رو یه سری اون علوم پایه رو بیایم بپذیریم، بنیان‌های مشترک بنیان آفرین که خانواده یه کانسپتی داره یه بنیانی چیزی. گفتی مثلا دوره یه سفره میشستن، الان مثلا هر کی میره سوی خودش، مثلا یکی میره تو اتاقش غذا میخوره، گربه‌ش اون ور غذا میخوره، گربه اون ور غذا میخوره دیگه، هر کسی یه طرفه. ولی یه پروسه رفت و برگشتی میتونه با همین صحبت آخرت به وجود بیاد. شاید میخوام یه نتیجه گیری بکنم، نمیخوام جمع ببندم و تعمیم بدم به همه، ولی شاید مثلا اینه که یه سری بنیان‌ها رو بیایم بپذیریم و هی بریم سوال کنیم رشد کنه فلان کنه که مثلا همه اینجوری زندگی نمی‌کنن. مثلا یه دی مثلا ماجوریتی یه جوری انگار داره تعریف میکنه که همه مثلا بله. مثلا مود خودش یه چیز دیگه، همه الان دارن این رنگی میپوشن، ما هم باید مثلا این رنگی بپوشیم، ولی یه حالت چیز دیگه سختیش همین مدرنیتشه که تو هی باید فکر کنی، هی باید تصمیم بگیری الان تو این برهه چی صلاحه. مسئولیت خب بار سنگینیه، به سادگی قابل تحمل نیست. این انقضا هم که گفتی مثلا تو فیلم برادران لیلا بود دیگه، مثلا مغازه رو میتونست تو این تاریخ فلان کنه یا سکه رو تو این تاریخ، حالا با توجه به شرایط خودمون انگار ترمیم میکنن تصمیمات گذشته خودشون آدما، میگن خب ما این سری اشتباهاتو کردیم، یه سری چیزا رو یاد گرفتیم، اون کارا رو دیگه انجام ندیم به نفعمون بیشتر باشه. هی ترمیم روی ترمیم میشه، انگار هی رو به جلو میشه. ولی خب هر آدمی چه تصمیمی بگیره برای خودش رو به کدوم سمت بره، اون دیگه بستگی به خیلی شرایط داره. یه مثل تیغ میمونه دیگه، انگار داری روی تیغ راه میری، این ور میفته سنت، اون ور میفته مدرنیته، یه اعتدال چیزی است. حالا سنت رو من خیلی چیز نیستم و که به قول تو یه جنازه‌ای رو از تو قبر در آوردی میگی که بیا مثلا شدنی نیست. در هر صورت میگم ریموت کنترل فیلم نیست تاریخ که ما بزنید دکمه برگرده عقب. اون گذشته متعلق به همون لحظه بوده و امروز دیگه فاقد اعتباره. البته یه چیزی رو مواظب باشیم ازش پرهیز کنیم. ما مدرنیته رو نباید در مقابل سنت قرار بدیم. مدرنیته مقابل سنت نیست. مدرنیته میگه خودت، یعنی مدرنیته چیزی رو شما پیشنهاد نمیده در مقابل سنت. مدرنیته میگه سنت به هر دلیلی دچار فروپاشی شده، اصلا به من مربوط هم نیست شاید. ولی امروز میدونیم که اون که دیگه خدا رحمتش کنه فوت شده، دفنش کردیم، روشن بتون ریختیم، قبرشو کندیم و اون جمله معروف نیچه که میگه خدا مرده است و ما کشتیمش و بیلان این حرفا ادامه‌هاش.
در صورت مواظب باشیم که مدرنیته رو مقابل سنت قرار ندیم، چون اینجوری نیست. در واقع مدرنیته نمیگه من شکلی از زندگی رو پیشنهاد میدم در مقابل سنت، همون صحبت اولمون. در واقع مدرنیته میگه که من بیشکلی رو پیشنهاد میدم. به چه معنا؟ به این معنا که بار هستی، بار بودن، بار زیستن از این بعد به دوش فرد انسان هست. این چیزی که راجع به خانواده گفتی یه چیز کوچیک بگم، فقط راجع به خانواده نیست، راجع به افراد تک تک هم هست. یعنی چون شما یه فرد رو میبینید که نوستالژی جهان سنت داره، یه فردی رو میبینید دوچاره همون لذتگرایی افراطی شده و این اصلا سنم نداره. مثلا شما میبینید یه دهه 80 کاملا دوست داره برگرده به جهان سنت و یه دهه 60 داره سعی میکنه بار هستی رو به دوش بکشه. یعنی اصلا اینجوری نیست که ما بتونیم خیلی راحت طبقه بندی کنیم آدم‌ها رو. اتفاقا خیلی وقت تو فضای مجازی من این برابر میبینم که آدمای خیلی کم سن و سال آرزوی بازگشت به جهان سنت رو دارن. اون مردونگی کجا رفت و مردای زمان اینجوری بودن و مردای زمان اینجوری بودن. اون زمان گذشته، امروز کسی به اون پرسش‌ها این پاسخ‌ها رو نمیده. شما خوشت بیاد خوشت نیاد اصلا مهم نیست. دقیقا. سیر تحولات اجتماعی که به خوش آمد من و بد آمد من اصلا اهمیتی نمیده. اون کار خودشو میکنه. در واقع اگه بخوام جور دیگه ای بگم، این چرخ دنده های مدرنیته کسی رو که بخواد نپذیره و مقاومت کنه رو خرد میکنه استخوان‌هاشون زیر. به شما اجازه نمیده که هر تصمیمی که دلت خواست بگیری و هر جور دلت خواست رفتار کنی. نیرویی که اون بیرون هست، الان یه آقایی مثلا خودش میپرسه که آره مثلا من بیرون باید برم و این کارا رو بکنم اون کارا رو بکنم و تاش مثلا دست من چی میگیره؟ بعد بیخود با خودش میاد میگه ول کن بابا اصلا این چه مسئولیت رو نمیخوام آقا. همین 4 تا دونه سوال ساده رو بتونم تو ذهن خودم به خودم جواب بدم هنر کردم. حالا برم و مسئولیت یه زن و 2 تا بچه و پدر مادر زنم و پدر مادر خودم و خواهر زنم و برادر خودم، این همون صورت مسئله پاک کردن است دیگه. اصلا شدنی نیست. و بعد تو فضای مجازی این آقا فوش و فضاحت میاد که آره مثلا آقایون پرنسس شدن نه خانم‌ها اینجوری شدن به هم دیگه توهین کردن. نه، این راه برون رفت از این بحران نیست. ما ریشه بحران رو پیدا کنیم، با همفکری و با همدلی سعی کنیم به این پرسش پاسخ بدیم که فوش و فضاحت و توهین و تحقیر و اینا رد و بدل بشه. بعد برچسبای مبتذل مسخره که نمیدونم به اینجام نمیرسه. آره به اینجام نمیرسه. اصلا تحولات اجتماعی به خوش آمد بعد من شما اصلا اهمیت نمیده. اون خوشو به شما تحمیل میکنه. شما باید منطبق کنی خودتو باهاش. یعنی منظور چیه؟ یعنی اگه بگیم به اصل اون پاسخ به روز بدی، پاسخ مناسب در خور وضع موجود بدی، نه پاسخی که 50 سال پیش پدر من به یه پرسشی داده عین همون رو من هنوز دارم تکرار میکنم. اصلا شدنی نیست. مگه جهان اطراف من ایستاده که من بایستم؟ اون داره میره، منم باید حرکت کنم. یه چیز حالا کوچیک با نمک بگم. یه جایی خوندم که سرخپوستا برای اشاره به گذشته و آینده از جهت‌های مخالف ما استفاده کنن. مثلا ما میگیم گذشته، آینده، ولی سرخپوستا میگن گذشته. شما گذشته رو دیدیم، آینده پشت سرمونه، ما آینده رو ندیدیم، مبهمه. این خیلی منطقیه به نظر من. چون همه چی ویژوال اینجا جلو صورتت هست. دقیقاً میتونی ببینی. درسته کاملا. اون آینده که خب چیزی مونده هنوز؟ آره یه سوال آخر این که نسلایی که بعد ما میان چه نقشی میتونن توی شکلگیری این مفاهیمی که حالا باش در مورد صحبت کردیم یا اینکه عدم شکلگیری، یعنی این تحولات ممکنه مثلا لزوما اوکی نباشه برای نسل‌های آینده. حقیقتش من خیلی خیلی به ندرت توی موضع توصیه قرار میگیرم، ولی فکر میکنم که اینجا دیگه کم کم داریم به آخر برنامه میرسیم. به نظرم بهتره که یه خورده روی نسل زد و اگه دوست داشتی بگو که این وجه هم دست بذاریم. حالا تا اینجا من سعی کردم فقط توضیح بدم و از هر گونه قضاوت و ارزش گذاری پرهیز کنم، اما اینجا به نظرم فکر میکنم که وقت این رسیده که خود توصیه هم بکنیم. حالا مسلمه منم به عنوان یه کوچیک‌تر دارم این توصیه نیست، بیشتر به نظر من جنبندی و یه جور جنبندی شاید بشه صحبتامونه. اما یه دیدگاه فردیش هم میتونه بگه حالا خب. ما اینجا اما یه جور آره دقیقاً موضع خودمه دیگه. موضع خودم رو میخوام بگم که بالاخره وقتی من سر روی کرد و توصیف کردم، حالا شاید اصلا من یه چیزی از چشم پنهان مونده که ممکنه نیستم، ممکنه یه چیزای دیگه هم باشه من ندیده باشم، اما من خب مسلماً خودم طرفدار رویکرد سومم و توصیه‌ام اینه که همه باید به سمت رویکرد سوم برن و مسئولیت زیستن رو بپذیرن. حتی
شاید این مسئولیت بشه یه جایی گستره‌تر بشه و مسئولیت اشتباهات پدر مادرمون هم حتی یه وقتایی ما مجبور بشیم که بپذیریم و حملش کنیم. اگه بخوام برم تو مقام توصیه و به آدمای جوان‌تر از خودم بگم که خب حالا راه یه خورده شاید بشه گفت التیام این بحران ها نشه بشه حل، راه حل که نه، ولی حداقل توقف رشد این بحران ها. همون التیام کلمه قشنگه. اینه که هر یک نفری باید خودش رو مسئول بدونه در قبال دیگران، در قبال خودش، در قبال اون پرسش های بنیادی و فرار نکنه از این پرسش ها. این جنبندی خیلی حال کردم با این جنبندی، به خاطر اینکه حالا یه درینکی بزنید چاییه دیگه چاییه حلاله مجازه. آره چون که به نظر من الان همه دنبال اینن که حالا از به قول تو فرد جامعه تا خانواده آدم و همه هر کسی تو هر اشلی دنبال اون مقصر است که این مثلا حالا از حکومت‌های مختلفی که حالا تو ایران اومدن، مثلا از صفویه تا حالا هر حکومتی که هست دائم دنبال مقصر گشتن که مثلا اینه و این بار مسئولیت پذیری رو از رو دوش تک تک ما بر می‌داره که ما میگیم با حذف این مقصره که همون کاری که آلمان و هیتلر رو با یهودیای بنده خدا کردن، ما یهودی‌ها رو حذف کنیم یه آلمان آرمانی داریم، همه چی خوب میشه. آره این بمیره، اینو دفن شه، همه چی خوب میشه. این چیزه، اون بار مسئولیت از رو دوش خودشون برمیدارن میندازن روی یک بنده خدای ایکسی. یه موضوع دیگه دقیقاً کاملا موافقم. این دنبال یه تک عاملی توضیح دادن و زمینی که خیلی وقتا حالت افسانه هم بدیم، مثلا صفویه مقصره، خب الان که نیستن که محاکمه‌اش کنیم چیکارش کنیم دیگه، اتفاقی که افتاده و شما باید امروز رو سعی کنی که حتی شده روزی 1% یک قدم رو به بهبود برداریم، همین کفایت میکنه. لازم نیست که ما میگم مثلا کاری هستیم مثلا حالا همه چی ما ریختیم سر قاجار، همه کاسه گذاریم، خب حالا زندهش چیکارشون کنیم؟ مثلا نیستن که بریم دادگاه محاکمه کنیم، نمیتونیم مسیری که رفته دیگه ما باید امروز مسئولیت قبول کنیم. اصلا خود شما دونه دونه میخوام از همه بپرسم به عنوان یه فردی که متوجه یه سری بحران ها هستش، توی آشوبی داریم زندگی میکنیم که معلوم نیست چه خبره، چه کار رو به جلویی میتونی انجام بدی برای خودت به عنوان یه فرد تو جامعه که همین مسئولیتی که فرشاد بهش اشاره کرده و بپذیری؟ من فکر میکنم اول از همه هر شخص باید ایرادهای خودش رو بشناسه و در جهتی قدم برداره در طول روزمرگیش که اون ایرادا رو برطرف کنه، اعتماد به نفسش بره بالا، آگاهیش بره بالا، یه جورایی پخته تر شه تو هر زمینه‌ای که فکر میکنه که مشکل داره و از اونورم هر چیزی که فکر میکنه توش خوبه اون سمتو بیشتر بره. حالا از جهت اقتصادی براش فکر میکنم خیلی خوب باشه، هر چی روابط اجتماعی، به نظر من این دوتا مورد آدم که خیلی هم شاخه شاخه میشه هر کدومش بتونه ایراداشو برطرف کنه و اون چیزایی هم که توش استعداد داره یا میتونه بهتر پیش بره رو قوی‌تر پیش بره. به نظر من این دوتا مورد مهمتریناشه. حالا نوبت خودت. آره دقیقاً خواستم بگم خودت چی؟ یه پادکستی چند شب پیش داشتم نگاه می‌کردم در مورد داستایوفسکی بود که در مورد حالا 2-3 تا کتاب هم اینجا آوردیم، اینا دکور نیست، چند تا کتابه که قرار در اپیزودهای آینده اینا رو معرفی کنیم که من در مورد رنج همگانی خیلی چیزم، یعنی خیلی قشنگ بود. آره چون خودم هم مثلا هممون داریم یه جوری رنج میکشیم دیگه از هر سورسی که بیاد و اینا. و داستایوفسکی میگفتش که اگر کسی تو جامعه مثلا یه خطایی کنه، خلافی بکنه، حتی جنایتی سر بزنه، همه ما مقصریم. گفت چون ماها همه تو شکل‌گیری این آدم و رسوندن اون به اینجا مقصریم و اینجوریه که میگفت آدم‌ها در برخورد با مشکلات بقیه خیلی بی‌تفاوتن. مثلا میگه مشکل اونه دیگه، حالا بره خودش حل کنه. دقیقاً. مثلا شاید نهایتا یه دوستی باشه، زنگی بزنه، یه درددلی بکنه، ولی تلفنو که قطع کنه میره به زندگی خودش میرسه. حالا نه صد این که بره خودش رو دخالت بده و اینا، ولی یه ذره آدمو باید
آدم میذاره باید فکر کنه که اگه من تو موقعیت این بودم، بازم داستایوفسکی میگه که همه ماها تو تاریکی یه مدلیم، مثلا تو دارک ترین برههای زندگیمون همه ممکنه همون اشتباه رو بکنیم. ما همیشه این دقیقاً میتونیم اصلا قضاوت میکنیم که چرا این کارو کرد، مثلا اگه فلان کارو میکرد بهتر نبود، شاید مثلا تو اگه تو همون موقعیت قرار بگیری بدتر انجام بدی. و این پذیرش رنج اول از همه، این چیزی که بپذیریم مسئولیت و همه اینا و اینکه رنج رو از رو دوش خودمون بر نداریم. ببین بعد این ممکنه خیلی برهه‌ای عدم مسئولیت پذیر رنجه به ما یه التیامی بده، یه احساس آسایشی بکنیم، ما تقصیر خانواده است، تقصیر، ولی در نهایت یه جای خیلی بدی یقمونو میگیره و اون جای خیلی بدیه. دقیقاً معمولا جای خیلی بدی یقمونو میگیره، فرار از مسئولیت. متاسفانه آره یه وقتایی خیلی جای بدیه و اون جایی که دیگه هیچ پناهی دیگه نداریم، واقعا گیر افتادیم، همه جوره محاصره شدیم، اونجا یقمونو میگیره. به نظرم بهتره که همون لحظه‌ای که احساس ضرورتشو میکنیم مسئولیت رو برداریم و بپذیریم. همین دیگه. خیلی عالی. سلامت باشین. چه گفتگو خوبی بود. ممنونم از وقت گذاشتین. مرسی از همه کسایی که اومدن و نگاه کردن و دیدن. خیلی دوست داریم هم نظراتتون رو بدونیم، نظراتتون رو، کامنت ها، سوالی چیزی هم هست. با اینکه تجربه خودشون هم خب شاید بتونه خیلی کمک کنه. شاید حالا ما با اندک سوادمون بتونیم تو اپیزودهای بعدی یه کمکی هم بکنیم، میتونن اصلا بحراناشون رو بگن، مشکلاتشون رو بگن. خیلی عالیه. حالا میتونیم، من که میگم سوادم خیلی کمه، میتونیم مثلا مهمون روانشناس داشته باشیم، مهمون روانپزشک داشته باشیم مثلا که بتونه کمک کنه دوستانو که کمی از بحراناشون مهمون مثلا بارش سبک‌تر بشه. جان گربه پریش نشدی؟ گربه پریش. آره گربه به نظر من همه چی رو میتونه. آره به نظر من گربه میتونه همه مشکلات رو حل کنه. آره با حضورش، با وجودش. گربه تراپی نشدی؟ استیکر تو گوشی تو دیدم، گربه بود، خیلی قشنگ بود. کلا خیره بودم به اون. خلاصه که کامنت برامون بذارین اگه مشکلی توی خانواده دارین. ما نمیگیم که پاسخ میدیم، ولی اون رنج همگانی و صحبت کردن در مورد این مشکلات میتونه میتونیم طرحش کنیم، مثلا یکی دیگه تو کامنت جواب اون دوستمون رو بده. یعنی ما هم که ما طرحش کنیم شاید یه نفری که متخصصه رو یه نفری که متخصصه رو بکشه پای کامنت و بتونه مشکلات طرفو یه خورده التیام بده. تو اپیزود بعدی میخوایم حتما کامنتاتون رو دونه دونه بخونیم و صحبت کنیم. حالا اگه چیزی در مورد سنت و مدرنیته دیدگاه شخصی داشتین بر ما بنویسین و دیگه همین. این کتابا رو هم براتون میخونیم. یکیش جوون رنج بکشینه داشته باش، یکیش هم نیلوفر مرداب مال نشر بیتگل، اینم که مال نشر هنوز. خیلی کتابای باحالی ان، حتما در موردش صحبت میکنیم. خیلی ممنون. خداحافظ.